وقتتون بخیر. 3 ساعت پیش سایت BBC مقاله رو در سایت خود گذاشتن که بایستی هم این مقاله بابت میس اینفورمیشن ها و دیس اینفورمیشن هایی که میده نقد بشه، هم بابت ایرادات عدیده‌ای که در سطح یک مقاله نیست که در سایت BBC بایستی منتشر میشد. و این نقد میتواند هیئت تحریریه سایت BBC فارسی رو آگاه بکند از میزان تخریبی که دارن در مورد رسانه مطبوعشان میکنن. کم نیست ایرادات املایی و انشایی که سایت BBC در ماه‌های اخیر و سالیان گذشته ازش بهره‌مند بوده و این رو نمیدونم دال بر چه چیز بایستی گذاشت. دال بر بیسوادی کسانی که در اونجا دارن کار میکنن و احیانا رانتی چیزی اونها رو در اون مکان قرار داده و من نمیدونم احیانا چه رانتی باعث شده که این آقا این مقاله سرتاپا دروغ و جعل رو با یک هدف خاصی در این سایت منتشر بکنن. به خاطر اینکه نقد ما مستدل باشد و آقایان سردبیر خبر یا سردبیر سایت یا هیئت تحریریه BBC بدانند که اگر اینها رو برای مخاطبین دارن میفرستن، این در رزومه کاری BBC لحاظ میشه و افکار عمومی با شما برخورد خواهد کرد. تمام آبروی BBC را خرج نکنید. حداقل اخلاق حرفه‌ای را نگه بدارید. اگر تنها چیز خوبی که داشتید این بود که خبرهایی رو البته گزینشی ولی واقعی منتشر می‌کردید و بعد تحلیل‌هایی رو که دوست داشتید و تفسیرهایی رو که دوست داشتید سوار بر این خبرها می‌کردید، امروز کار داره خیلی به جاهای عمیق‌تری میرسه. آدم‌های زنده‌ای در این سرزمین دارن زندگی می‌کنن که چیزهایی رو که شما سعی می‌کنید قلب واقعیت کنید رو می‌دانند و این نوع رفتار غیر حرفه‌ای به جز صدمه زدن به اعتبار BBC فارسی چیز دیگری را در پی نخواهد داشت. به همین خاطر من از روی این مقاله میخوانم و سعی میکنم که اون جاهایی رو که اطلاعات غلط داره میده، اطلاعات انحرافی داره میده، در یک سناریوی بسیار سطحی طراحی شده براتون مشخص میکنم. ببینید عنوان مقاله ژن ژیان آزادی از مردی تنها در سلول انفرادی تا خیابان‌های ایران. 3 ساعت پیش سایت BBC فارسی به قلم آقای سوران قربانی. بهار داشت از راه می رسید. تپه های مشرف به رود فرات سبز می زدند. شما این رو برای هر وبلاگی بنویسی برات منتشر نمیکنه، چون میزان سواد شما و تبحر شما در ادبیات فارسی رو و در شغل شریف روزنامه نگاری رو نشون میده. شما هر مقاله رو نمیتونید بفرستید برای گاردین و روزنامه های معتبر بریتانیا که براتون چاپ بکنن. خب ابتدای کلام که ما دیدیم که این سطح نوشتن در حداقل رسانه‌ای به اسم BBC نیست. فکرم نمی کنم هیچ فارس زبانی این گونه بنویسد بهار داشت از راه می رسید. تپه های مشرف به رود فرات سبز می زدند. حالا بماند چریک های کرد زمستان سختی را پشت سر گذاشته بودند. نزدیک به 6 ماه بود که برای دفاع از شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه با داعش می جنگیدند. البته به کمک بمباران‌های هواپیماهای آمریکایی و البته کوبانی در آخرین روزها 10 نفر هم نیروی چریک توش نبود. آقای سوران قربانی و آقایان سایت BBC
و بعد هم که این داعش برساخته‌ای که برای نابودی انقلاب سوریه آمده بود، چونان رفقای دیگرش که آقایان PKK باشند، به کمک هواپیماهای آمریکایی که هیچ از شهر کوبانی باقی نذاشته بودند. میتونید فیلم ها رو نگاه بکنید و ببینید که کوبانی موجود نیست و کوبانی کلاً تخریب شده. حالا چرا این نمایش رو میدیم؟ چرا این پروپاگاندا رو میکنیم؟ چرا قهرمان سازی الکی میکنیم؟ چرا میخوایم یک عده‌ای رو، یک دسته‌ای رو، یک گروپی رو خیلی مطرح بکنیم؟ چه چیزی پشت این نهفته است؟ این رو شما خودتون تعقیب بکنید بعداً. چند روز قبلش توانسته بودند نیروهای داعش را به شرق رود فرات عقب برانند و در روستای شیخلر در ساحل غربی رود جشنی کوچک در جریان بود. آن روز آفتابی از قضا 8 مارس بود. نه، از قضا 8 مارس نبوده. تمام این اتفاقات، رودخانه فرات و تصویر یک رودخانه چه میدونم تاریخی و بعد وصل کردن اینها به زنها و جنگ داعش و آزادی و پیروزی و مصادف کردنش با 8 مارس. خب این یک سناریو ایرادی هم نداره. شما میخواید چیز جذابی درست بکنید در ذهن ماها، من نمیگم که ایرادی داره، اما دسته بر قضا نبوده. شما کاملا آمدانه دارید این چیز رو اینجا میذارید. روز جهانی زن، چریک‌های زن و مرد که خستگی جنگ از سر و رویشان میبارید، روز زن را به هم تبریک میگفت. آقای قربانی، آقای BBC، روز زن سال روز تولد کسی نیست که برای شمع بخری و دست بزنی و سوت بزنی و تبریک بگی. روز زن احیانا نماد یک روز مبارزه است که یک تاریخ را به دنبال دارد و شما در یاد بوده این یک حرکت مبارزاتی میکنی. حداقلش اینه، یک نمایش خیابانی یا یک راهپیمایی خیابانی میکنی. به هم تبریک نمیگید. اینجا کسی متولد نشده، ازدواج نکرده، چیزی نخریده. من نمیدونم چه اصراری هست که شما این المان ها رو هی داخل بکنید تا یک چیزی را شیک جلوه بدهید. این شیک بودگی نیست، این عدم تبحر شما در ارائه کردن خود در یک پکیج شیک. به همین خاطر مخاطبینتون رو خیلی تنزل ندید، یعنی سطح شعور مخاطبین رو یک کمی بالاتر مد نظر داشته باشید. فکر میکنم واقعی تر خواهد بود. چریک‌های زن که نزدیک به 100 نفری بودند در ساحل رود فرات دست در دست هم کردی می‌رقصیدند. من نمیدونم اینجا چه اصراری به پیشوند کردی بودن رقص هست. خب می‌رقصیدند، شادی می‌کردند. ولی خب حالا و شعار ژن ژیان آزادی سر می‌دادند. طوری شعار را فریاد می‌زدند انگار که بخواهند جنگجویان داعش را در آن سوی رودخانه طنین صدایشان را بشنوند. ایشون حالا نیتخوانی میکنه و قصد و منظور اینها از این فریادها را هم داره برملا میکنه. خب حالا بیش از 7 سال از آن روز گذشته. این شعار در میانه تشییع پیکر مهسا در پرانتز ژینا امینی در سقز سر داده شد و در کمتر از چند ساعت در خیابانها و صحن دانشگاه‌های ایران طنین انداخت، شعاری که حالا به شناسنامه جنبشی جوان در ایران تبدیل شده است. خب الان
این فرمایشاتی که شما گفتید یعنی اینکه الان جنبش این جوانان ایران تحت الهام شهر سقز هستند. آغاز انقلاب در ایران با شعار زن زندگی آزادی مردم سقز اتفاق افتاده است. آقایان مرکزنشین و خانم‌های مرکزنشینی که سالها افتخار مبارزات را با جمهوری اسلامی دارند منتظر همچین روزی بودند که خانم‌های سقزی و آقایان سقزی براشون انقلاب سازی و شعار سازی بکنند. اما این شعار از کجا آمده؟ راستی از کجا آمده؟ خب این شعار عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان در پاییز سال 1978 میلادی به کمک رفقایش این حزب را در ترکیه تأسیس کرد. یعنی آقای BBC هر 4 نفری که با هم بشینند و با هم دیگه جمع بشن میتونن یه حزب تأسیس بکنند که دارای امکانات مالی باشه، بتواند نفراتی را در جایی تجهیز بکند، تسلیح بکند، بدون اینکه شما این امکانات رو، این خاک رو، این جای امن رو از کسی دریافت کرده باشید. اینطوری میشد که این جهان الان پر بود از میلیاردها حزب مختلف. تاریخچه آقای عبدالله اوجالان رو نمیگن آقای عبدالله اوجالان کجا بود و کجا رفت، کی ساپورتش کرد و این PKK رو کی تجهیز کرد و کی روی پا نگه داشت. ببینید هر چیزی یه تبار داره دیگه، یه تبار شناسی داره. شما دارید وقایع نگاری میکنید، این کار درستی نیست. شما اگه داری مقاله مینویسی بایستی ابعاد مختلف این رو بررسی کنید. یعنی میگی که آدم به زرنگی بود، خب این زرنگی هاشو چطوری نشون داد آقای عبدالله اوجالان؟ چطوری به حزب تبدیل شد؟ مانند بیشتر احزاب چپ مبارزه برای احقاق حقوق زنان بخشی از برنامه سیاسی این حزب بود. در اواسط دهه 80 میلادی و وارد شدن این حزب به فاز نظامی، زنان هم در کنار مردان مسلح شدند. دوره‌های نظامی و ایدئولوژیک برای زنانی که از جامعه سنتی و مرد سالار کردستان گریزان بودند این حزب را بین آنان محبوب کرد. ببینید آقای BBC، من شما رو عودت میدم به تز مائو در مورد جنگ چریکی و این که داستان ماهی‌های کوچک و آبگرم و پرنسیپ هایی که مائو تعریف میکنه برای چریکاش که چگونه با مردم رفتار بکنند. شما چگونه در جامعه ای که اسیر مرد سالاری و سنتیش میدونی به عنوان یک حزب اپوزیسیون مبارزه مسلحانه کن امکان بقا داری؟ شما دولت نیستی ها، منابع نامحدود دولت رو در دستت نداری. احیانا بایستی همین مردم تأمینت بکنن، چه نیروی انسانیت رو چه لوجستیکت رو. تو به عنوان یک نیروی پارتیزانی لوجستیک نداری، چه اطلاعاتت رو. تو با جامعه‌ای که از بنیاد با او در ستیز هستی چگونه توانستی درش نفوذ بکنی، بمانی و احیانا در این جامعه سنتی مرد سالار دخترانشون و زنانشون رو بر بزنی؟ یا این حرف شما دروغه و گزارشی که داری میدی دروغه، یا بایستی شما این تناقض رو یه جایی حل کنید. پس اگر PKK احتیاج به مردم خود ندارد
به جامعه خود ندارد و در وهله اول دشمن را جامعه خود تعریف کرده است، نه حکومتی که باش می جنگه، احیانا کی پیکاکا رو ساپورت میکنه، کی پیکاکا رو مانا کرده و چه چیز باعث شده پیکاکا تا حالا بماند. خب وقتی شما در مورد اموراتی مسائل دیگریش رو نمیدونید و همینطوری فکر میکنید به راحتی میشه افکار عمومی رو رنگ کرد، عوض کرد، همینطوری سری حرفا بگیم که خوششون بیاد، خب این بعدا براتون مشکل ساز میشه. شما اصلا جریان نیروهای چریکی رو نمیدونید، پشتیبانی مردم رو نمیدونید، مردمی بودن رو نمیدونید، اصلا هدف از مبارزه مسلحانه به نقطه انقلاب توده‌ای رساندن مردمه. هدف از مبارزه مسلحانه نه به پایین کشیدن حکومت از طریق کار نظامی است، بلکه به مقطع انقلاب رساندن و گذر از حاکمیت کردن توده است. به همین خاطر تو در پس هر عملیات نظامی باید 3 چیز رو مد نظر داشته باشی: سیاست، تبلیغات و افکار عمومی. اوجالان معتقد بود که زنان تحت ستم نظام پدرسالارانه سرمایه‌داری و دولت ملت هستند. او زنان را اولین ملت به اسارت رفته تاریخ می‌خواند و میگوید با خودم فکر می‌کردم که زن سرزمینی است در اسارت که بایستی آزاد شود. آقای عبدالله اوجالان و شما حرفهای بی ربط، توهین آمیز، سکسیستی و مرد سالارانه میزنید. این حرفها در سرزمین ما جایی ندارد. اولا اون المان‌هایی را که شما مطرح کردید در سرزمین ما موجود نبوده. دوما شما از زنان ملت جداگانه‌ای ساختید. این مفهوم رو احیانا از کجا آوردید؟ این مفهوم رو تبیین بکنید. یعنی الان زنان در این جهان ملتی هستند برای خودشون. زنهای کرد ملتی هستند، نیشن هستند. شما مفهوم ملت رو به جای نیشن به کار بردید. یا شما یه منظور دیگه دارید، توان مفهوم سازی نداشتید. آقای اوجالان زن رو سرزمین میداند. این تفکر مردسالارانه است که زن رو سرزمین میداند، مثل اون آیه های قرآنی که زن رو کشتزار مردان میداند. چطوری اونجا که به قرآن میرسه چیز بدیه، ولی اینجا آقای اوجالان میگه چیز قشنگیه. این سرزمین احیانا بایستی تحت مالکیت کسی هم در بیاید. تا اینجا مثلا نگاه تجاوز به زن توجیه بشه، اشغالگر سرزمین رو اشغال کرده، پس زنان رو بگیریم بهشون تجاوز بدیم، تجاوز بکنیم، تا اون وقت یکی بیاد این سرزمین اشغال شده مورد تجاوز واقع شده رو نجات بده. بعد کی میشه مالک این سرزمین؟ اونی که این زن مورد تجاوز شده، این سرزمین مورد تجاوز شده رو نجات میده. شما پس پرده این مفاهیمی که به کار میبرید هیچ عمق بینشی هم دارید. خود میگید، خود میخندید، عجب مرد هنرمندی هستید. آخه این واقعا جای تأسف داره که شماها فکر میکنید در این سرزمین انسانهایی نیستن که هر چیز بی محتوا و هر چیز یاوه و غلطی را میشه نشر داد و به خورد این مردم داد. او تا جایی پیش رفت که در اواسط دهه 90 از مردان جامعه خواست که به ستم علیه زنان پایان دهند و به استعاره گفت مردانگی را در خود بکوشید. خب حالا 2 سوال.
چطور جامعه مردان کردستان اجازه دادین آقای عبدالله اوجالانی که ازشون تقاضا کرده بود مردانگی را بکشید که ما نفهمیدیم مردانگی یعنی صفته، باید اون صفتها رو در خودشون بکشن؟ از لحاظ فیزیکی منظورشونه؟ آقای عبدالله اوجالان خودشون این کارها رو کردن؟ یعنی خودشون رو اخته کردن آقای عبدالله اوجالان؟ بعد چطور این به عنوان یک نیروی چریکی با تمام مردان جامعه کردستان در افتاده که هم برادرند و هم پدرند و هم همسرند و بعد این میتونه این نیروهاش رو جولان بده در این کردستان؟ چطور این توهین‌های بزرگ رو میتونه بکنه بدون اینکه تعریف بکنه مردانگی را در خود بکشید بشیم نامرد؟ ما مردانگی را در خودمان بکشیم تا زنها زن باشن؟ این نگاه سکسیستی چیه آقا؟ تو میخوای تمام مردهای دنیا رو اخته بکنی که زن بسازی؟ ما اینجا ندیدیم تو مرد بسازی، ببخشید عذر میخوام، انسان بسازی، یک مفهوم انتزاعی نامتعین. آیا این نگاهی که آقای عبدالله اوجالان داره میگه و تو در این سایت BBC داری منتشر میکنی بجز یک نگاه سکسیستیه؟ یعنی چطور تو دو گونه انسانی را تفکیک میکنی به زن و مرد، یکیشون بایستی از بین بره تا یک گونه دیگر به نام زن بماند؟ چطور اینجا هویت زن بودگی چیز خوبیه؟ کسی نباید زن بودگی رو اخته بکنه، زنانگی را در خود بکشد. برای چی باید مردانگی را بکشد؟ این حرفا رو فقط در سرزمین ما میشنوی که یک مشت انسان چیپ ارزان قیمت برساخته هر لاطائلاتی رو تحویل میدن و دستگاه های پروپاگاندایی مثل BBC هم به خورده مردم میدن. شما اصلا به این حرفای سکسیستیتون فکر کردید؟ مردانگی را بکشیم تا زنانگی بماند، تا زنانگی جلوه بکند. عجب، ما فکر کردیم شما یه جامعه نیوترال میخوای درست کنی، نه زنانگی نه مردانگی. حداقل یه سری به این کتاب جنس دوم خانم سیمون دوبوار بزنید دیگه، یه کمی به خودتون سختی بدید. همزمان اعضای زن پیکاکا، آقا این داری توهین میکنی، چرا میگی زن؟ بگو اعضای انسانهای دوپای پیکاکا. چرا تو اینجا الان مرد بودن رو قدغن کردی ولی هی زن رو داری تکرار میکنی؟ اوکی، کشف جدید کردید، مثل مارکس که کشف کرده بود خیل نیروی پرولتاریا میتواند عنصر انقلابی باشد، حالا شما کشف جدید کردی زن میتواند عنصر انقلابی باشد. همزمان اعضای زن پکاکا در حال تئوریزه کردن اندیشه های زن محور خاص خود بودند. آقای BBC، من اگه بشینم اندیشه های مرد محور خاص خودم رو بنویسم شما برای من منتشر میکنید؟ این تفکیک‌ها رو برای چی تو جامعه ما میکنید؟ اینا رو چرا دارید بولد میکنید؟ این نگاه های سکسیستی رو چرا تو جامعه ما منتشر میکنید؟ کدام یک از این زنهایی که نشستن زن محور خاص خود رو تئوریزه بکنن میتونن نیم ساعت در مورد زن بودن خودشون حرف بزنن؟ این زن یک مفهوم انتزاعی نامتعین که هیچ تعیینی نداره. چرا ما یه زن رو نمیبینیم بیاد در مورد خودش به عنوان سکین جانسز حرف بزنه؟ چرا همش نامتعین میکنید چیزها رو؟ کسانی مانند سکین جانسز در سال 2013 در پاریس ترور شد. توسط کی ترور شد آقای سورانه قربانی؟ توسط خود پیکاکا ترور شد یا توسط دولت ترکیه؟ میشه اون راپورت پلیسش رو بیارید تا ما ببینیم که این رو کی ترور کرد؟ اعضای دیگه پیکاکا که توسط پیکاکا ترور شدن چه؟ خب الان داری میگی که یک مهره بسیار مهم رو دولت ترکیه احیانا میخوای بگی که ترور کرد دیگه.
از جنبشی زن محور صحبت میکرد که فمینیسم غربی را به چالش میکشید. شما اصلا میدونید چالش چیه؟ واقعا میدونید چالش چیه؟ چالش چیه؟ چرا که آن را استعمارگر، بورژوازی و نخبه‌گرا می‌خواندند. خب الان ما قسمت اعظمی از زنان دنیا رو حذف کردیم که غربی‌اند، که استعمارگرند، که بورژواند و نخبه‌گرند. پس این مال یک طیف خاصه از زن هاست که احیانا پرولترند، گتونشینند، فقیرند و خیلی چیزای دیگه. مختص اونها نیستن. جنسز از زندان و اوجالان از بیرون زندان در حال ارائه یک الگوی زنانه بودن. خب این رو جابجا نوشته. ظاهرا اوجالان در زندان، جنسز در بیرونه و ترور شده 2013. خب اینجا حتی یک ادیت درست حسابی از این مقاله نشده. مقاله چند خطی. جانسز از زندان و اوجالان از بیرون زندان در حال ارائه یک الگوی زنانه بودن. ببینید حالا این دوتا آدم دارن الگوی زن میسازن. این زن این شکلی نیست ها. احیانا هیچ کدام از این زنهایی که اینا ادعا میکنن جنگنده های زنشونن در درون خود به هیچ تعارضی نرسیدن، به هیچ تضادی نرسیدن، با هیچ پرسش بنیادینی روبرو نشدن، هیچ توانی هم از گزارش دادن خود به عنوان یک زن ندارن. تا عبدالله اوجالان از اون قسمت زنانی بدنش استفاده بکنه و بشینه زنانه فکر بکنه، با سکینه خانم جانسز یک الگوی زن بسازه. ببینید این مهندسی کردن کار همین آقایانه. جامعه رو مهندسی بکنیم، بوروکراسی بیاریم، مدل درست بکنیم، شکل یک دست درست بکنیم. و همین خاطر شما می تمام زناشون باید زلفای پریشون آویزون داشته باشن، همه رو باید متحد و شکل کرد. از هویتشون خارج میکنن، بهشون نیکنیم میدن، کلا توهین میکنن این آدم رو از شناسنامه‌اش، از تبارش، از تاریخش، از خاطراتش. حداقل به خاطر اینکه اهمیت خاطرات رو بفهمید، آقای بی بی سی، آقای هیئت تحریریه و اون کسی که این مقاله رو نوشتیم بایستی بدونید که بزرگترین شاهکار ادبی قرن 20 در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروسته. بایستی بدونی آقای برنده جایزه نوبل نویسنده دکتر ژیواگو پاستانارک در انجمن ادبی ادیبان روسیه در زمان استالین وقتی از او خواستن که این فضای سکوت و چاپلوسی را بشکنه، به پا خواست و سونات شکسپیر رو، اونی که میگه When to the session of sweet silence thought I somehow remembers things past رو خوند. یعنی که آقای استالین فکر نکن که ما الان در این چاپلوسی قرار گرفتیم، یادمون رفته زمانی مرد بودیم، آزاد بودیم، جرأت داشتیم، شهامت داشتیم. شما چطوری یک انسانی رو کلا از حافظش پاک میکنید؟ این چیه؟ این انسانه؟ آلزایمر گرفته؟ این موجودی رو که ساختی چیه؟ زنه؟ آدمه؟ ماشین آدم کشیه؟ ماشین جنسی و تبلیغاتی شماست؟ چیه این؟ چطور این زنها خودشون هیچ تعینی ندارن حرف بزنن؟ همه شماها دارید از این زنها میگید. که از دل تاریخ و جامعه خاورمیانه الهام گرفته و از پایین به بالا بود. آقا تاریخ خاورمیانه و جامعه خاورمیانه رو که شما میگید همین حالاش در قرن 21 در هزاره سوم
با گذار از مدرنیته و مدرنیزاسیون و تغییر زندگی و فضای شهری یک جامعه سنتی مردسالاران است. بعد چطور تو از دل این تاریخ زنزده مردسالاری پدرشاهی چه میدونم رعیتی داری یه الگوی خاص زن از پایین به بالا درست میکنی؟ یا اون حرفای اول دروغه یا این حرفی که داری میزنی دروغه؟ شما این همه تناقضات رو در کجا قرار میدی؟ و روی کردی فراملی و استعمار گریز داشت. یعنی من نمیدونم اگر این شرق شناسان امثال آقای ادوارد سعید و اینها برای شما این اورینتالیسم رو نمی نوشت، شما این مزخرفات و لاطائلات و نیندیشیده های به نام اندیشه رو چطوری به خورده این مردم میدادید؟ شما یک گزارش از استعمار بده لطفاً، یک گزارش درست حسابی از استعمار بدید. بگید این سرزمین ما کی از چه زمانی به بخشی از بازار جهانی تبدیل شد؟ ساختار این بازار چگونه کار میکنه؟ چگونه مردمان این سرزمین رو کوچ دادید به حواشی شهرها و تبدیل کردید به نیروهای بی همه چیز هیچ و پوچ، خیل لشکریان سرمایه‌ای متغیر بی همه چیز هیچ و پوچ به صورت ذخیره. چگونه این کار رو کردید؟ اوجالان در اواخر دهه 90 ایدئولوژی زن آزاد مثل اون کرد رها، اوجالان در این دفاعیاتی که نوشته و این رو تبدیل کردند به یک سری مکتوبات تحت نام اندیشه های مشعشعانه آقای عبدالله اوجالان، کپی پیست های بسیار حقیرانه، باگ های بسیار، ایرادات بسیار، شلختگی ذهن بسیار عبدالله اوجالان که اینجا هست رو حالا تحت نامی که ایشون از جونش ترسیده بود و دفاعیات نوشته بود رو بعد اینا کردن مبنای تئوریک خودشان. ایشون از انسان رهای کرد حرف میزنه. انسان رهای کرد یه آدم قبل از تاریخه که در این کوهها احیانا مثل ما بقیه حیوانات داره زندگی میکنه، مثل خرس و گراز وحشی و اینها که به هیچ آگاهی نرسیده، به هیچ تضادی در درون خودش نرسیده، به هیچ تضادی با طبیعت نرسیده و هیچ موجود تاریخی نیست. این حالا میخواد کردها رو به اونجا ببره و انسان زاگرزنشین وحشی رو آقای اوجالان از چنتش در آورده. شما برید داستان این آقا رو بخونید، ببینید چه لاطائلاتی میگه این آقای عبدالله اوجالان. بذارید من این نمایش ترکیه ستیزی و ایران ستیزی و سوریه ستیزی و عراق ستیزی رو براتون جمع بکنم. این آقای عبدالله اوجالان که میگه از پایین به بالا، کارش دیگه در افتادن با دولت ملت ها نیست. از پایین به بالا چه کار میکنه؟ کمونال درست میکنه. کمونال چیه؟ داره جامعه دموکراتیک خودمختار درست میکنه. جامعه دموکراتیک خودمختار رو چگونه درست میکنه؟ میگرده تنوعات مختلفی که به صورت سنتی احیانا آمده است رو بولد میکنه. مثلا تمامی فرق عرفانی را زنده میکنه. مثلا به عده میگی ایزیدی، یعنی پیروان شیخ هادی عامری عدویه، به عده میگه علوی، به عده میگه نقشبندیه، به یک عده میگه قادریه، به یک عده میگه اهل حقیه که حالا به تغییر جهت دادن به نام یارسان. این میخواد بعد مثلا تمام اینها رو بولد کنه و اینها با هم چیز داشته باشن، اداره خودمختار داشته باشن. میدونید سوال بزرگ کجاست؟ اوکی آقا، شما اومدید الان ایزیدی ها رو خودمختار کردید. حالا این ایزیدیه با این سنی هولری تضاد داره. این قدرت خودشو میخواد، روایت خودشم داره، شخصیتش هم از تو جداست. اون آقای هولری هم همینطور.
چه چیزی این دوتا جامعه کوچک رو به هم پیوند میزنه؟ عامل به هم چسباندن اینها چیه؟ عبدالله اوجلان به شما پاسخ نمیده. اینو از پکاکایی بپرسید، پاسخ نمیده. تو که این مردمان را آوردی تفکیک کردی و تبدیل به جوامع کوچک کوچک روستایی و سکتی و فرقی و زبانی و اینها کردی، اون چسبی که اینها رو در این خاورمیانه احیانا به هم بایستی بچسبونه چیه؟ الا یک قدرت حاکمیتی متمرکز قدرتمندی که به زور اینها رو در کنار هم قرار میده. حالا تو دشمن دولت ترکیه‌ای، دشمن دولت ایرانی، تو اتفاقا داری کار آسون میکنی، تفرقه تمام در این جامعه میندازی، با تنفری که ایجاد میکنی، با هویت‌های دوگمی که بر میسازی در هزاره سوم و هویت‌های جعلی که بر میسازی، یک تعریف مذهبی زبانی از دیگران میکنی، جنسیتی میکنی، اقلیتی میکنی، ملت زن میسازی، ملت یهودی میسازی، ملت ایزیدی و علویه میسازی که در کدام چسب با هم مشترک بشن؟ چگونه این جوامع پراکنده رو شما وقت به هم وصل میکنید؟ با چه روایتی؟ اون باگ بزرگی که نمیخواید بگید، نمیگید، پر روید، نمیگید. بعد تو چطوری با دولت ترکیه و دولت ایران و دولت عراق و اینها مشکل داری میجنگی؟ چه تضادی داری؟ تو کاری به دولت ملت نداری. تو ترکیه هم در انتخابات شرکت کردی، کرسی پارلمان هم داری، قانون اساسی ترکیه هم در رسمیت شناختی، به نام اون قانون اساسی در پارلمان هم سوگند خوردی. شما خودتون انسان‌های پریشان حالی هستید یا فکر میکنید تمام مردم پریشان حالن چونان آقای عبدالله اوجالان و شمایی که از شهوت دیده شدن پروژه های اینگونه رو تعقیب میکنید؟ عبدالله اوجالان 1 سال بعد از انتشار این الگو در یک عملیات پیچیده بین المللی در سال 1999 در کنیا روبوده شد. سال 1377 آقای BBC، آقای سوران قربانی، سال 1375 یا 78 اگر اشتباه نکرده باشم، حزبی به نام حزب وحدت ملی ایرانیان در تهران اعلام موجودیت کرد. این حزب یه رهبر داشت که در کانادا بود و سالهای سال هیچ دفتر مرکزی در تهران نداشت و فقط یک شاخه کردستانی داشت و شاخه کردستانی حزب بسیار فعال بود در سنندج، مریوان، کامیاران و من عکس دفاتر اونها رو دارم و در کانال تلگرامیم هست که سالیان پیش در مورد اینها دیبیت کردم. فورم های عضویتی که در جامعه به صورت آشکارا در دفاتر رسمی خود به دیگران میدادن تا به عضویت شاخه کردستانی حزب وحدت ملی ایران در بیاند. این حزب قبل از اینکه آقای اوجالان تبدیل بشه به دفاعیات نویس کمونال باز، عین این مطالبی رو که آقای اوجالان نقل میکنه رو در اساسنامه خود داره و تمام اعضای این حزب شاخه کردستانی برای پکاکا کار میکردن. حالا قبل از اینکه آقای اوجالان اصلا در زندان جاش گرم بشه، دولت ایران و سپاه پاسداران این طرح رو نوشته. شما چطور میخواید اینو پاسخ بدید؟ اما از طریق نامنگاری و دفاعیه های خود سعی کرد ایدئولوژی زن آزاد را بیشتر بستد.
ایدئولوژی زن آزاد. آقای عبدالله اوجالان، اگر شما تفلسف نمیدانی، اگر شما وادی تفکر را نمیشناسی، فکر میکنید هر گردی گردوه و نمیدونید که کجا یک چیزی تبدیل به پرسش فلسفی میشه و پرسش میشه، اونجاییست که شما با هیچ راه حل و متد و قضایا و قضیه‌های منطقی و قواعد از پیش مورد قبول واقع شده متدی برای پاسخ دادن به سوالی نمی‌یابید. ببینید، ایدئولوژی زن آزاد، شما یک آزاد رو اینجا به کار بردی بدون اینکه بگی این آزادی دقیقاً مفهومیزه شده کدام آزادی است. یعنی عبدالله اوجالان آزادی را مفهومیزه کرده، تا به دنبال این مفهومیزه کردن آزادی میخواهد یک تعین انسانی انتزاعی به او بدهد در جنسیت زن. کو این مفهومیزه کردن آزادی آقای عبدالله اوجالان؟ من میدونم شما نمیفهمید مفهومیزه کردن آزادی یعنی چه. باور کنید میدونم نمیدونید. باور کنید میدونم نمیدونید نقد یعنی چه. شما چطور فکر میکنید چیزها رو پخش میکنید و بعد به خودتون میگید فیلسوف و ایدئولوگ و تئوریسین؟ تا اول دفعه باید آزادی رو تئوریزه بکنی، وقت در دستگاه تفکر خودت بیای سعی بکنی تعین انسانی هم به صورت انتزاعی، یعنی انسان نازیسته. زن کیه؟ زن کدام موجود تاریخیه؟ در کدام برهه زمان؟ در کجا زیسته؟ در هیچ جا. یه مفهوم انتزاعیه، هیچ تعیینی نداره. اوکی، حالا شما اینا رو با هم ترکیب کردی، چطوری میخوای این رو تئوریزه بکنی، ایده پردازی بکنی؟ آخه عزیز من، شما فکر میکنید در خاورمیانه قرار گرفتی که هیچ کسی نمیفهمه سوال بکنه، هر لاطائلاتی رو از دهنت خارج بکنی و بگی که این کار رو کرده. کو چطوری کرده؟ 4 تا از این پرسش های این آقا رو بیارید. زن بودن چیه؟ مرد بودن چیه؟ آزادی چیه؟ چگونه اینها رو با هم ترکیب میکنی؟ انشا داره مینویسه. در کنار رودخانه بودیم، پشه ها می آمدند. رودخانه فرات بود، همان مزوپوتامیا، آفتاب گرمی بود. نتیجه تلاش او و زنانی مثل سکینه جانسز بست مفهوم ژنولوژی بود. یعنی الان زنان ابژه عبدالله اوجالان و سکینه جانسزند، ابژه مطالعاتی تحقیقاتی اینها. عجب. ژینولوژی، زنولوژی هم هست. مفهوم اختراع کردید. کو این درس عجیب و علم عجیب زنولوژی شما؟ این کدام صیغه حرامزاده است که شما در آوردید؟ تحقیقات بلند پایه شما احیانا از کدام متد علمی بهره میگیره که این وقت تبدیل به علم میشه؟ زنولوژی. آقا شما فکر میکنید در شهر کوران داری زندگی میکنی؟ یا فکر میکنید دنیای غرب بابت این سودو ساینس هایی که شما درست میکنید در فاسد کردن تفکرات مردم احیانا صدی در مقابلتون قرار نمیگیره، چون تاییدی میدیاهای غربی رو پشت سر دارید، بازنمایی میشید، در بوق و کرناتون میکنن و شما مزدوران جنگی ایالات متحده نقش نیروی پیاده نیابتی ارباب یهودی مسیحیتان را دارید. زنولوژی؟ عجب. یعنی چطور تو این جامعه ایران این همه دکترا و آوانگارد چپ و کل گنده هست، به این اراجیفی که شما نوشتید نمیخنده؟
این همون حرفیه که مثلا خمینی در بهشت زهرا زد، گفت که اقتصاد مال خر است. بعد مثلا آقای بنی صدر اقتصاد توحیدی هم کنارش ایستاده بود، نگفت که آقا یعنی چه اقتصاد مال خر است؟ حالا در کوهستان، عجب، در کوهستان در دانشگاه قامیشلی و بعضی از آکادمی های زنان در اروپا و آمریکای لاتین تدریس می شود. این علم عجیب و غریب احیانا چیز برای زنان نیویورکی نداره ها، چیز برای زنان لندنی نداره، احیانا چیز برای زنان پاریسی نداره، برای زنان روم نداره. میره مثلا در این گتوهای مثلا الکوادور و اینها، حالا $10,000 خرج میکنه، کلاس اکابر میذاره برای یه زن بدبخت بیچاره آمریکای لاتین، یا برای اون بدبخت های تریده در قندیل، یا برای اون اسیران زیر دستشون در قامشلو. برای اولین بار ژنولوژی در آن ساحل رود فرات به گوشم خورد. آفتاب غروب کرده بود. رود فرات آرام در جریان بود. صدای قورباغه ها نیزارها را تنیده بود. بله، انگار لحظه ورود مارال بر سنگفش در رمان کلیدر آقای محمود دولت‌آبادی، تصویری که برات میسازه. گروه کوچکی از چریک‌ها تحت فرمان یک زن در کنار کلبه ماهیگیرهایی که معلوم نبود سرنوشتشان چطور رقم خورده دور آتش حلقه زده بودند و چایی می نوشیدند و سیگار پشت سیگار دود می کردند. خوب، حالا ما فهمیدم یکی از کارهایی که زنهای رها میکنن در ژینولوژی سیگار پشت سیگار دود کردن. کسی از این به بعد ایراد نگیره به سیگار پشت سیگار دود کردن ما. در میان آنها یک مرد جوان اسپانیایی با نام سازمانی شروان که برای جنگ با داعش داوطلب شده بود، از دلیل فرمانده زن درباره یگانهای مدافعه پژه میپرسید. میخواست بداند که چطور آن همه زن از یک جامعه مرد سالار توانستند خود را سازمان داده و علیه داعش بجنگند. حالا این آقای اسپانیاییه که اصلا هیچ تحقیقی نکرده، نمیدونیم برای چی رفته اونجا، حالا تازه کنار رودخانه فرات یادش اومده یه دلیل خانومی رو گیر آورده که ازش سوال بکنه راستی شما تو این جامعه بوگندی سنتی مرد سالار چطوری تونستی به اسلحه دستت بگیری؟ اونم حتما بایستی پاسخ بده خب چون اسلحه دستم من کوری، بابا بیاد میکشمش با گوله، شوهر بیاد با گوله میکشمش، داداشم بیاد با گوله میکشمش. و من نمیدونم این جمعیت محدود نیروی نظامی چگونه در این جامعه احیانا بایستی در این جامعه زندگی کنه، بایستی برای این جامعه مبارزه رو اگر میکنه بکنه. چطوری میتونه بقایی داشته باشه کسی نمیدونه. برای این اسپانیایی هم حتما سوال شده راستی شما چطوری تونستی؟ عجب، کی داره حمایتت میکنه که تو بیمنتی و به زور اسلحه داری با دیگران حرف میزنی؟ دلیله که صورت آفتاب سوخته و استخوانیش با نور شعله‌های آتش روشن میشد با علاقه گفتگو را پیش میبرد. بعد اینا الان داشتند کرمانجی صحبت میکردن یا اسپانیایی.
انگلیسی صحبت میکردن، به چه زبانی صحبت میکردن که اینها داشتن آهسته آهسته مبانی عمیق ژنولوژی رو برای هم تبیین میکردن. و شما به کدام یک از این زبانها تسلط داری احیانا؟ می گفت که از یک خانواده کارگر مهاجر کرد در استانبول آمده و از دوران نوجوانی زندگی در کلانشهر او را آگاه کرده است. شما چرا این کلانشهر رو توش میندازید؟ به خاطری که آخذ میگه شما یه مشت از اینجا رانده از آنجا مانده اید که پدیده هزاره سوم نیستید. تجربه زندگی شهرهای متراکم اردوگاهی رو نکردید. اکثریت جمعیت ما کوچنده شدن به این شهرها و خواستگاهشون و نیازهاشون فرق میکنه، مسائلشون فرق میکنه و تو چیزی برای همچین انسانی نداری که بگی. یعنی چه از کلان شهر آمده و آگاه شده؟ آگاه به چه شده؟ به انقیاد. چه کسی اونا رو کوچ داد به کلان شهر استانبول؟ PKK؟ از فاصله سال 91 تا 98 12,000 روستا رو با ارتش ترکیه تخریب کردن تا از اینها گتونشین ها و حاشیه‌نشین های ازمیر و استانبول و شهرهای مرکزی بزرگ ترکیه بسازن، تا از مشاغل پست توحیدستیان شهری آغاز بکنن تا انواع و اقسام خدمات جنسی و مواد مخدر و قاچاق و اینها. آگاه به چه چیز شده بود؟ اونجا آگاه شد در کلانشهر. هر کی در کلانشهر زندگی میکنه آگاه میشه پیکاکایی. عجب. یعنی چه این حرف؟ حالا میخوای بیایی از حرفایی که از ماها میشنوید میخواید همه چیز رو توش بریزید، این ترشی هفته بیجار. همه چی داریم اینجا. بعد از رسیدن اعتراضات بهار عربی و آغاز جنگ داخلی در سوریه، کردهای این کشور کنترل مناطق کردنشین روژاوا را به دست گرفتن. دروغ محض، تحریف تاریخ. اولا بعد از آغاز انقلاب سوریه و مسلح شدن مردم در مقابل قصاب بشار اسد، PKK یعنی بازوی نظامی سپاه قدس، با تأیید دولت ایران و دولت سوریه، کردهای بدون سازماندهی، بدون ایده کردیت کردستان سوریه را بلعیدند و اصولا نیروهای دولتی خار اونجا رو تخلیه کردند و به دست پیکاکایی دادند و هر صدای مخالفی رو هم نابود کردند. پیکاکایی ها به سرعت کنترل اونجا رو در دست گرفتن و همون نقش نیروهای نیابتی رو به جای اینکه حزب الله بیاد، اینها در قالب دفاع از مناطق کردنشین با انقلاب سوریه جنگیدند. الانم جزء نیروهای بشار اسدند، الانم بخشی از سپاه بشار اسدند و کارنامه حضورشون هم کوچاندن بیش از 2 میلیون نفر از مردمان کرد سوریه و آواره کردنشون در کشورهای مختلف دنیا بوده و به جاش هم علوی ها، ترکمن ها و شیعه های عرب رو در اون مناطق سکنا دادن بر روی خانه ها و زمین های این کردهایی که اخراج کردید و شما خیلی خوب دموگرافی رو عوض کردید. چه کار کردن؟ کدام قیام؟ در پس کدام اندیشه؟ بیارید این فیلماشو نشون بدید، این قیام های بزرگی رو که این مردمان در کوبانی و قامشلو کردن. حداقل اصل ارتباطات دیگه بیارید نشون بدید که اینجا یه قیام شده. این همون کاریه که میخواید سر ما بیارید. من 5 سال پیش اینها رو تحلیل کردم و گفتم زنبازی جرمون میده. آزادی بازی، زنبازی، کردبازی، کمونال بازی. دولت ایرانی تغییر چهره میده، یکی از بازواش پیکاکاست.
همون موقع گفتم حواستون باشه شما رو نکشن تو خیابون به بهونه کرد بازی، کوبانی تنها نیست سنندش پشتیبانشه و از این حرفا، تا قطب دین صادقی بیاد برات تئاتر شنگال درست بکنه و تا فلانی بره برات فیلم بیسان درست بکنه و اینا در این پروژه هستن ها. من اخطار دادم به مردم، همون موقع گفتم اینها تحت نام داره انقلاب میشه، این شیپیشوها رو از این کوه ها سرازیر داخل شهرها میکنند تا عین همون بلایی رو که سر قامشلو آوردن سر شما هم بیارن. حالا دارید میبینید دیگه چه دلیل داره BBC همچین چیز بی محتوای پر از دروغ ضعیف رو پخش بکنه و منتشر بکنه؟ چه دلیل داره این شعار بی محتوای سکسیستی رو به نام زن زندگی آزادی بولد بکنه؟ او می گفت زن زندگی است. عجب انسان از خود راضی بوده. من میگم که مرد زندگی است. برای چی اون میگه زن زندگی است؟ چیز خوبیه میتونه بگه. من نمیتونم بگم که مرد زندگی است. او میگه که زن زندگی است. شعار زن زندگی آزادی بیانگر این مفهوم است. معلوم نیست که صحبت‌های دلیله تا کجا شروان اسپانیایی را قانع کرد، ولی شعار آنها هزاران کیلومتر دورتر از آن کلبه ماهیگیری کنار رود فرات در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان در راهپیمایی‌هایی که در حمایت از کوبانی شکل گرفته بود سر داده می‌شد. این شعار در گزارش و مستندهای خبرنگاران زیادی منعکس شد و حتی سر از فیلم سریال هایی در آورد که به موضوع جنگ با داعش می پرداختند. من عذر میخوام یه جایی توضیح در مورد این شعار میده، ظاهرا من نخوندم این رو. اگه اجازه بدید اون تیکه رو پیدا کنم که خودش در مورد این شعار حرف میزنه. اینجاست که میگه اوجالان در اواخر دهه 90 ایدئولوژی زن آزاد را مطرح کرد. او این ایدئولوژی را در این جمله خلاصه میکرد: تا زن آزاد نشود جامعه آزاد نمیشود. یعنی الان مردا آزادن. او می نویسد زن زندگی آزادی یعنی زن آزاد، سرزمین آزاد و حتی مرد آزاد. از اونجایی که طرف نمیدونه این شارلاتانی ها رو چطوری جا بندازه، اینجا گفت زن زندگی آزادی. حالا اومد اینها رو تبیین کرد، گفت یعنی زن آزاد، سرزمین آزاد. حالا بایستی میشد آزاد. نشد دیگه، اینجا نشد. نمیشد دوتا آزاد رو کنار هم گذاشت. یعنی زن آزاد، سرزمین آزاد و حتی مرد آزاد. عجب کلاهبرداری هستید شما. یعنی چطور BBC اجازه میده همچین مزخرفاتی رو شما چاپ کنید و منتشر کنید؟ عاطفه نووی، زندانی سیاسی سابق، در این روزها در توییتی نوشته شعار زن زندگی آزادی را بار اول در زندان اوین از شیرین علمهولی شنیدم. من مصاحبه وکیل مدافع خانم شیرین علمهولی رو برات میارم که خانم شیرین علمهولی سواد خواندن و نوشتن نداره. نوشته بود، زده بود روی دیوار کنار تختش. من صحبت این وکیلش رو دارم ها. اون موقع که در مورد اعدام اینها صحبت میکرد و یک حالت بغض‌آلود و اینهایی هم به خودش گرفته بود. میگه که شیرین علمهولی خوندن نوشتن نمیدونه. شیرین در اردیبهشت 1389 اعدام شد. شیرین علمهولی اردیبهشت 1389 به اتهام ارتباط با حزب
حیات آزاد کردستان پژاک همراه فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان در زندان اوین اعدام شد. در سقز، شهری که مهسا امینی در آن به دنیا آمد و به خاک سپرده شد، زنان بعد از انقلاب 57 خود را در چارچوب شوراهای زنان سازمان داده بودند. شوراهایی که به ابتکار سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران کومله شکل گرفته بود و نظام تازه به قدرت رسیده را به چالش می کشید. عجب. این شوراها الان هستن، کار میکنن، امتداد داشتن. ما میگیم تو راست میگی، اینا شورای زنا بودن در سقز. کجان؟ کی؟ 4 تا اعلامیه از اینا رو کن. اینا ساختار درست کرده بودن، نهاد اجتماعی درست کرده بودن، با هم سوگند خورده بودن، تعهد داده بودن که یک جامعه زنان درست بکنن. شما اصلا میدونی شورا سازی یعنی چه؟ نهاد سازی یعنی چه؟ اینا رو میدونی؟ قطعا نمیدونی. چرا این دروغ ها رو داری میگی و مردم میدونن که تو داری دروغ میگی؟ جانبختن مهسا امینی هنگام بازداشت توسط گشت ارشاد قلب بسیاری در ایران را به درد آورد. گروهی از زنان از آرامستان آیچی سقز روسری‌هایشان را از سر باز کردند و با سر دادن شعار زن، زندگی، آزادی، بنیانهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را بار دیگر به لرزه درآوردند. خشم زنان ایران انگار از زیر خاکستر سر برآورده باشد. تشبیه هم اینجا غلطه ها. از زیر خاکستر مال آتیشه، احیانا شعله میکشه، سر بر نمیاره. خب حالا به سرعت همه جغرافیا را پیمود و در نقاط مختلف جهان شنیده شد. از کابل تا سانتیاگوی شیلی انگار بگویند ما دیگر منتظر مردان حاکم نمیمانیم تا حقمان را بدهند. من نمیدونم شما در این جنگی که بر علیه مردان اعلام کردی کی میخواد ساپورتت کنه که برنده بشی؟ سردادن این شعار در کنار شعارهایی مثل از کردستان تا تهران خونین تمام ایران پلی شد بر شکافهای اتنیکی در ایران. یعنی همیشه حل شد. مناسبات اجتماعی برده‌ساز، مناسبات توزیعی، انحصارات بازرگانی، انحصارات حوزه قدرت سیاسی همش حل شد. تمام. و ناگهان همه متحدتر از همیشه. بابا تو که داری میگی شکاف داشتن، بعد چطور متحدتر شدن از همیشه؟ یعنی قبلا متحد بودن، حالا متحدتر شدن، از اونجا هم از شکافا داری حرف میزنی. آقا من یه خط نیومدم پایین، تو این همه تناقض درست کردی. یه خط داری میگی که شکافهای اتنیکی، شکاف دیگه اتحاد نیست که. بعد میگی که ناگهان همه متحدتر، صفت تفضیلی داری میگی. یعنی قبلا متحد بودن، شکاف نداشتن،
بالاخره کدامش شکاف اتنیکی داشتن یا متحد بودن متحد در شدن. از همیشه به خیابان آمدند. به شهادت شاهدان عینی در بسیاری از شهرهای ایران زنان اعتراض را کلید زده و مردان اغلب جوان از آنها حمایت کردن. خیلی پیچ کرد. این آقایون منافع خودشون نمیفهمن. زنها قرار انقلاب بکنن بر علیه ما مردان مرد سالار، ما از مردانگی بیفتیم تا آنها زن باشن. کدام احمقی از این چیز حمایت میکنه؟ این نگاه سکسیستی شماست دیگه، نه؟ بایستی برای چی حمایت بکنه؟ تصویر زن جوان که با دست راستش روسری آتش زده شده اش را بالا نگه داشته و دو انگشت چپ را به نشان پیروزی بالا برده، ناخودآگاه من را بیاد دلیل میندازد. کجا؟ دقیقاً اونجایی که داشت با اون پسر اسپانیایی حرف میزد، روسریشو آتیش زده بود، اینطوری کرده بود. دلیله چه سنخیتی با هم داشت؟ دلیل روسری سرش بود؟ دلیل وقتی داشت با اسپانیایی حرف میزد اینطوری میکرد؟ این چه قریحه‌ایه که میخوای درست کنی؟ به همرزمان زنش میاندازد که بیش از 7 سال پیش داعش را به زانو در آورده بودند و در کنار رود فرات میرقصیدند بدون ترس از داعش و ایدئولوژی زن ستیزشان. شما بایستی ایدئولوژی رو تبیین بکنی، نظم دولت ملتی و انقیاد رو تبیین بکنی. تو بایستی آزادی رو تبیین بکنی، مفهومیزه بکنی تا به این لاطائلاتی که میگی معنا بدی. داعش پدیده مدرنه، دولت جمهوری اسلامی پدیده مدرنه. مردمان سرزمین ما زیست اجتماعی و نوع معیشتیشون اجازه نمیداده که زنها در کار و زندگی نباشند. همونطوری که شما همین الان که میری شمال، در زمان جمهوری اسلامی زنان داخل شالیزار تا رو رانهاشون لباساشون رو بالا میزنن و میرن تو گلولای شالیزار. زیست اجتماعی اجازه نمیداده زنان رو از صحنه زندگی حذف بکنن. این زندگی شهریه، نظم دولت ملتی ایرانی، ترکیه، عراقیه. این بی همه چیز بودگی در درون شهرهاست، گمنامی، تریدگیه. این نظم قانونی بلندگو مسجد، امکانات، تجهیزات، دستگاه ملاسازی، دستگاه دانشگاه متخصص سازی انقیادها رو برمیسازه. سیستم پلیسی که اسلحه داره، باتون داره، نیسان پیکاپ داره، جاده های عریض داره، در چندین ثانیه میتونه از این ور شهر به اون ور شهر بره و مردم رو سرکوب بکنه. اینا پدیده های مدرنن آقا، اگر شما این چیزها رو نمیدونید. تو میخوای با ایدئولوژی بجنگی، خودت ایدئولوژی زنولوژی درست میکنی، اونم عبدالله اوجلان. همونطوری که دیدید یک یاونامه سعی در رنگ کردن مردمان غافل، مردمان دستخوش هیجانات و تلاطمات و بمباران‌های میدیایی. آقای بی بی سی، بد نبود اخلاق حرفه‌ایت رو رعایت میکردی، حداقل یه چیزی شیکتری میذاشتی اینجا، یه چیز شسته رفته تری میذاشتی اینجا، یه کمی ما رو زحمت میدادی که بیشتر فکر بکنیم. این فقط داره خودتون رو بی اعتبار میکنه.
و نشون میده که سطح دانش کارمندهای شما تا چه میزان نازله. اون احترامی رو که احیانا بایستی برای شماها داشته باشن کسی دیگه نداره. بد نیست که فیدبک ها رو داشته باشید و ببینید رو به کدام جامعه دارید صحبت میکنید. آقای BBC، انحصار تریبون داشتن و فکر کردن که یک مخاطب زیاد گرفتن صداها رو خفه میکنه، این دورانش حداقل در این عصر تمام شده. مردم ما هم اگر با توطئه های دولت ایرانی و انوان و انصارش همون بلا سرشون بیاد که سر مردم کردوار اشغالی توسط کورپوریشن سوری اتفاق افتاد، بعد از چندین ماه میفهمن چه کلاه گشادی سرشون رفت و این افریته هایی که تو بهشون میگی زن و لوژی بازها چه افریته های خطرناکی هن. و اون آقایان قاچاقچی سپاه پاسدارانی قندیل نشین چه مزدوران خطرناکی. کسی که حتی هویت فردی رو ازش میگیره، تاریخش و شناسنامش رو ازش میگیره. ما در این سرزمین حضور داریم، مردمان این سرزمینیم، در مقابل تمامی توطئه های شما می ایستیم. آگاهیم که به دست میاریم از شرایط عینی و مادی زندگی است که داریم. تمام این حرفایی رو که من امروز زدم 5 سال پیش در دیبیت های مختلف در مورد پکاکا گفتم و امروز شما دارید یواش یواش صدای پای این اتفاق را میشنوید. هر کسی هم میخواد صحت و سقم عرایض من رو درک بکنه و پیدا بکنه میتونه یک مراجعه بکنه به همین پیج فیسبوکی و دیبیت های مختلفی رو که در مورد پکاکا کردم گوش بده، تاریخشون رو نگاه بکنه یا در کانال تلگرامی آخیزی کردواری سرخو پیداش بکنه. مرسی.